السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اخبار تلویزیون سوخ در استودیو با شما جهانگیر صابر. در ناحیه سوخ موسم قنوچین حاصل غله آغاز یافته است و الحال ما لوحه داریم در همین خصوص از حدود سکتور یکم. توجه کنید. کشاورزی یعنی ساحه خواجگی قشلاق که اساسی ترین ساحه در ناحیه ما به حساب می رود روز تا روز رشد و ترقی یافته و نمایندگان ساحه برای پیشروی ساحه مذکور دائما دست به کارند. اساسی درآمدی اقتصادی ناحیه سوخ را محض همین ساحه خواجگی قشلاق تشکیل میکند. کشاورزان ما از هر وجب زمین خود ثمراناک استفاده میبرند، چون که زمین نعمت بی‌بهاست و عامل حیاتی ما نیز همین نعمت است و هر وجب این نعمت برای ما مقدس می باشد. خود ثمراناک استفاده بردن از هر وجب زمین و گرفتن حاصل بلند از نمودی زراعت ها و به این واسطه تامین کردن احتیاجات خود به یک از مسئله های مهم روز تبدیل یافته و به درجه سیاسی دولتی نیز برداشته شده است. زیر این همه اعتبار و اعتراف باشد حفظ منفعت انسان می است. واقعا ثمراناک استفاده بردن از زمین عامل مهم نائل شدن به آبادی روزگار می باشد. بینندگان عزیز، در ناحیه ما موسمی در انتظار، موسمی بسیار سپورت تردد، موسمی کار و مهنت آغاز یافت و امروز در ناحیه اولین هوش در جمع شوندگان محله قلچه معرکه جمع‌آوری غله‌دانه آغاز یافت و ما امروز از میدان‌های صحرای این محله نوآوردار کار رسیدیم و کمباین‌های گندم درب درون زمین‌های گندم گویا شنا می‌کنند و غله را جمع‌آوری کرده ایستاده‌اند. امروزها کشاورزان ناحیه ما نیز در قطار دیگر دهقانان رسمیک ما به کاری بسیار مهم دست زده‌اند. جمع‌آوری کردن حاصل غله سال 2019 تمام کوشش و حرکت‌های دهقانان به یک چیز اساسی به تلف و به آسیب جمع کرده گرفتن گندم روانه کرده شده است. زیرا حاصلی با عرق جبین پرورش کرده شده باید که تا دانه‌های آخرین جمع‌آوری شود، چون که در آن اساس فراوانی دسترخوان مردم نهان است. نان باشد سرود هم می شود، بیهوده گفته نشده است. در نهاد این سخنان معنی بزرگ نهان است. نان رمز فراوانی، امنیت و آسایش و صلح و صلاح و بهبودی می باشد. همین باعث از روزهای اول استقلالیت در رسولیک ما بهر نائل شدن به مستقلی غله کوشش و حرکت ها کرده شده. واقعا آرزوهای نیک در دوام سالهای اصلاحیت وطن جامعه عمل پوشیدند. راه وسیع گشودن به حرکت فرمری صاحب خود را یافتن زمین و ملک به ما امکان داد که به آرزوهای نجیب خود برسیم. آخر بیهوده نگفتند دهقان سر باشد مملکت پر قدرت میگردد. منفعت داری کشاورزان امروز عامل مهمی فیض و برکات دسترخوان ما گشته ایستاد است. mana viloyatimizning barcha tumanlaridagi kabi So'x tumanimizda ham g'alla o'rim yig'im ishlari boshlandi. Tumanimizda 2019-yil hosili uchun jami 700 gektar ochiq yer maydonlariga boshoqli don ekinlari ekilgan bo'lib, mana agrotexnik tadbirlarning oxirgi fazasi, ya'ni yig'ishtirish ishlari olib borilmoqda. Bugungi kunda g'alla hosildorligi nihoyatda yaxshi bo'lib, o'rtacha hosildorlik 65 sentnerni tashkil qilmoqda. Bugungi kunda hozir mana Ozod shirkat xo'jaligining Qalacha, G'aznov massivlarida bug'doy hosilini yig'ishtirish olib bormoqda. چون گفتیم امروزها در ناحیه ما نیز بهره دروی گندم کارها آغاز یافتند و اولی شده. در مقیاس سوخ به این کار کشاورزان خواجگی شرکت آزاد و فرمیران این حدود یعنی حدود جمع شوندگان دهاتی صاحب کار سر میکنند. باید گفت که سالهای پیشین برای جمع‌آوری غله‌دانه به ناحیه‌مان کمباین‌های گندم درو از ناحیه‌های همسایه ولایتمان آورده می‌شدند. سالی سپاره و امسال باشد در اساس لیزینگ به سوخ 2 عدد کمباین گندم دروی زمانوی تمغه دمیناتر اریان کلاس آورده شده. بهره جمع‌آوری گندم در حالت آمادگی پوره می باشد. امسال موافق گفته‌های سرور اداره خواجگی قشلاق و آبی ناحیه همدمجان یلداشف در ناحیه‌مان 7 عدد کمباین گندم درو مشکل دهقانان ما را آسان می‌سازند. باز آوردن 2 عدد کمباین بر نقشه گرفته شده است. در قطار کشاورزان خادمان ارگان‌های حفظ ترتیبات و حقوق یعنی خادمان ارگان‌های کارهای داخلی برابر مهنت می‌کنند. مقصد آنها نیز به تلف و به آسیب جمع‌آوری کردن دانی زرین میباشد. Bugun haqiqatan ham mana hozir bug'doyni boshlab oldik. Biz So'x tumanida g'alla 2019da bunda mana 2 oydan beri tayyorgarlik ko'ramiz.
mana shu bug'doyga biz mulkchilik shaklidan qat'iy nazar barcha texnikalar, don tosh texnikalari jalb qilingan. Bu texnikalarga tayyorgarlik ko'rganmiz. Mana texnik sozligi ko'rib chiqilgan. Kombaynlarimizda har bitta kombaynlarda texnik sozligi, ularda yong'in xavfsizligi bo'yicha magnitoshitlari boshqalari hammasi shu yong'in xavfsizligi bo'yicha anjomlari ko'rib chiqilib, to'liq ta'minlanib, shu bug'doyga hammasi jalb qilingan. Mana texnikalar soz holatda ish olib boryapti. Shiddat bilan ketyapti hozir bu jarayon. Maqsadimiz talafotsiz Bizda asosiy maqsadimiz mana shu yomg'irgarchiliksiz, hech qanday talofatsiz mana shu donni yig'ishtirib olish. Hech qanday nobudgarchilikka yo'l qo'ymasdan, talon-torojga yo'l qo'ymasdan shu yig'ishtirib olish maqsadida biz reja asosida ishlarni olib boryapmiz. Xudo xolasa mana tez kunlarda bu bug'doyni nobudgarchiliksiz yig'ishtirib olib, bug'doyni yaxshi a'lo darajada tugatamiz bu sezonda. بهره‌دروی غالا در ناحیه اتریادهای مخصوص تشکیل کرده شده به این 12 عدد اتریادها به واسطه از شعبه کارهای داخلی و تشکیلات‌های داخلدار شخصان متصدی وابسته کرده می‌شوند. مقصد اساسی به تلف و به آسیب درویدن گندم پرورده شده میباشد. باید گفت که در حقیقت به این جیغه‌های آب و هوای امسال نگاه نکرده کشاورزان حاصلی خوبی پرورش کردند. سرک‌های سرای گندم از مهنت حلال بابای دهقان درک است. خوب بودن گندم از مهنت حلال دهقانان نشان است. دهقانان آزادی نیاز دارند امسال نقشه هایشان را بر زیاد اجرا کنند. حاصل میدان ها آنها را به این نتی نجیب با باوری کلان نگاه کردن هدایت میکند. از نتیجه های سالهای پیشین میدانیم که غله‌کاران ما نقشه به دولت فروختن گندم را بر زیاد اجرا میکنند. کشاورزان ما همه ساله برای بلند برداشتن حاصلداری گندم بیش از پیش حرکت میکنند. این حرکت ها البته و خوشبختانه برکات خود را میبخشد. در حقیقت مهنت با صدق دل کرده شده ثمره های خود را خواهد بخشید. این معنای آن را دارد که مهنت یک ساله کشاورزان بر بس نرفته است. مهنت حلال حتما نتیجه دلخواه خود را خواهد بخشید. حالا در میدان ها گندم زیاد است. ما نیت داریم که امسال نیز غله‌کاران ما نقشه های خود را بر زیاد اجرا میکنند. در ریسپوبلیک صاحب استقلال ما اعتبار به جوانان به یکی از سمت‌های استوارترین سیاست دولت تبدیل یافته است و به هر یک شما معلوم است که روز 30 ایون روز جوانان و تشکیلیابی تشکیلات اتفاق جوانان می باشد و به همین خاطر دیروز در باغ مدنیت و استراحتی ناحیه تدبیر متنطن دایر گردید که گزارش نوبتی ما از آن تدبیر. در هر دور و زمان و تاریخ چه گذشته و چه امروز دولت‌های عرصه دنیا جوانان قوه پر اقتدار و پیشبرنده جمعیت بودند و میمانند. آن اعتبار و غمخواری که در ریسپوبلیک ما از جانب پرزیدنت و حکومت نسبت جوانان ظاهر می‌گردد در دوچند شدن این قوه به جوانان نیرو و اقتدار بزرگ می‌بخشد و از این اعتبار روح و توان گرفته جوانان ما بهر بنیاد آینده نیک و بزرگ و پیش قدم می‌زنند. 2 سال قبل در انجمن یعنی قرولتای چهارم جنبش اجتماعی جوانان کمالات پرزیدنت مملکت شوکت میرمانویچ میرزیویف درباره سیاست دولتی دایر به جوانان حرف زده قید نمود که ما باید در عملی شدن آرزو و آمال نیک اولادانمان به آنها بالو پر بخشیم. اصلاح سازی می باید در راه سیاست آید جوانان. همین باعث از این 2 سال پیش در جای جنبش اجتماعی جوانان کمالات اتفاق جوانان ریسپوبلیک ازبکستان تشکیل یافته. من بعد هر سال روز 30 ایون در ازبکستان روز جوانان همچون عید قید کرده می شود. امروز به این سنه تاریخی 2 سال پر می شود و در تمام مقیاس ریسپوبلیک 2 سالگی این سنه مبارک قید کرده می شود. تنتنه عید جوانان در ناحیه‌مان دیروز تجلیل گردید. در باغ مدنیت و استراحتی زیباترین کهندیار وطن سوخ جند امسال به مناسبت 30 ایون روز جوانان تدبیر خیلی جالب برگزار گردیده ایستاده است که حالا همان تدبیر را در یک جایگی تماشا میکنیم و شما را از تفصیلات آن آگاه میسازیم. باید گفت که عید جوانان به تنتنه حقیقی نسل نورس و اولاد برکمال مبدل گشت. بخشیده به عید جوانان نمایندگان اتفاق جوانان ناحیه تیاری خوب دیده بودند و این تیاری در شکل برآمد توسط برنامه عیدانه به حاضران پیشکش کرده شد. با خواندن سرود ملی ازبکستان تنتنه عیدانه آغاز یافت و سپس بعد این همگان را معاون حاکم ولایت دلفروز قاسم و حاکم ناحیه فرخ اسرف به مناسبت عید تبریک نمودند.
و در دوام سخنرانی خود آنها عاید اعتبار و غمخواری حکومت و خود سرور دولت نسبت جوانان اظهار اندیشه کردند. در باغ مدنیت و استراحتی در دایره عید جوانان از جانب اتفاق جوانان عکس‌ها و تدبیرهای گوناگون دایر شدند که اشتراکدار اساسی این تدبیرها جوانان و نورسان بودند. جوانان صاحب استعداد، ورزشکاران و اعضایان فعال اتفاق جوانان با مکافات‌های خاطره‌ای تقدیرانیده شدند. من عیاشم بوکس سپورت و ترنوفکه میکنم و حواسکار بام باکس یا روفا رزقی و حواسکار بام. من همه قش شرایط که درگه پرزیدنت و رحمت کی همه قبر برآمدم چمپیون شدم. ازبکستان bayrakçı بودم بازم میبردم خدا خواهد. به همه ما معلوم که در سنه 3 ایون روز جوانان و هم تشکیلیابی اتفاق جوانان در وطن ما معلوم گردیده است. با همین سبب امروز در باغ استراحتی ما که بخشیده به سنه جوانان و عید جوانان تدبیر دایر گردیده شده است. ما اشتراکچی همون تدبیر خیلی با خرسندی گذشته شده است. اعتبار به جوانان به درجه سیاستی دولتی برداشته شده است. جوانان ما که امروزه از هر جهت سالم، جسمانم بقوت، مانند یتوک، کادرهای برکمال شده به وای رسیده ایستاده است. این همش در نتیجه فراهم آوردن امکانیت شرایط از جانب دولت ما میباشد. من همه جوانان را از فرصت استفاده بوده بر روز جوانان تبریک میکنم. البته امروز جوانان و نورسان ما صاحب استعداد و مهارت بزرگند. این استعداد و مهارت را با آنها استقلال آموخت. برآمد ورزشکاران، عسکران و افسران و نمایش مهارت اسپورتی، شعر و سرودخوانی جوانان نیز فیض عید را دوچند نموده به دل اشتراکداران یک جهان خرسندی بخشید. همین طریق روز جوانان در ناحیه ما تا دیر دوام نموده به تنتنه حقیقی ایدانه هر یک نفر نسل نورس مبدل گشت. گفتم ممکن است تدبیرهای ایدانه بخشیده به روز جوانان الحال در تمام حدودهای ناحیه ادامه دارند. از هر جهت دستگیری نمودن عائله‌های با کمک اجتماعی محتاج یکی از عالی‌ترین عملی ثواب است و میتوان گفت که این عملی ثواب بیشتر بین خلق‌های آسیای میانه پهن گشته. سیاست عادلانه و انسانپرورانه رهبری دولت چنین عملی ثواب را به وظیفه اساسی ترین و مهمترین تبدیل داد و خوشبختانه در نتیجه این گونه اعتبار و دستگیری بین مردم کشور شماره عائله‌های کم تامین کم می‌گردند. این عمل خیر و ثواب را ادامه داده اتفاق جوانان ناحیه در عرفه روز جوانان توی سنتی 4 نفر فرزندان عائله‌های دارای امکاناتش محدود را گذرانید که از این دل آنها لبریز شادی و فرح گشت. در یکی از گذرهای خوشساخت مرکز ناحیه ضیافت آراسته شد و بر آنجا فرزندان عائله‌های دارای امکاناتش محدود جمع آمده بودند. در تدبیر معاون حاکم ولایت دلفروز قاسمی و حاکم ناحیه فرخ اوسرف به سخن برآمده اشتراکداران شادیانه را تبریک نمودند و به فرزندان توی مکافات‌های گرانبها را در وضع متنتن تقدیم نمودند. از بس که امروز روز عید کسبی نمایندگان وسایط اخبار عموم می باشد، از جانب حاکمیت ناحیه به گروه ایجادی تلویزیون سوخت تحفه‌های مخصوص تقدیم کرده شد. باز یک خرسندی 6 نفر همدیارمان که تا امروز پاسپورت شهروندی نداشتند با فرمان پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان به گرفتن شناسنامه مشرف گردیدند و از همین روز عبارتاً آنها شهروند ریسپوبلیک ازبکستان گشتند. این روز را یک چند سال اینجانی منتظر بودند و هنگام گرفتن شناسنامه از دست رهبران از چشمان آنها اشک شادی میریخت. گشته و برگشته شکرگزاری میکردند و عرض سپاس مینمودند به رهبری دولت. من همه روز 27 من به ازبکستان درآمد شدم. اکنون آرزوم بررسیدم. رحمت هم به هاتون به کمبودیا نبیان تا سیر پر بیانتون. تدبیر تا دیر دوام کرد و به اشتراکداران خیلی پسند آمد. خصوصا سرودهای سرایندگان خوشاواز خانه مدنیت اهل تدبیر را معقول شد و همه خرد و کلان رقص و خرسندی کردند. موضوع را دوام می‌دهیم و همین را نیز گفتن لازم است که بهر جلب نمودن جوانان به ساحه تدبیرکاری در مملکت ما کارهای نظررس به عمل تطبیق می‌گردند که گزارش نوبتی ما در همین خصوص توجه کنید. رشد ساحه صاحبکاری و جانبداری نمایندگان این ساحه پیش از همه به ترقیات و پیشروی مملکت اقتدار اقتصادی کشوری عزیزمان مساعدت می‌کند. در این راه مملکت ما سمت استوار ترقیات خود را دارد و گفتن ممکن است جانبداری ساحه مذکور به درجه سیاسی دولتی برداشته شده است. یعنی صاحبکاران و این ساحه دائما مورد اعتبار حکومت قرار دارد. امروز هم یکی صاحبکاران ما به پیشروی مملکت می‌گذارند نظررس است.
یکی از مقصد اساسی پشتیبانی ساحه مذکور و نمایندگان این صنف پیدا کردن و تشکیل نمودن جای کارهای نو به حساب می رود. امروز توسط دستورهای مخصوص دولتی صاحبکاران دستگیری می یابند و این منوال در مملکت جای کارهای نو تشکیل شده و رغبتناکی صاحبان ملک و مکان نیز تامین می گردد. البته رغبت نیز عامل مهم پیشروی می باشد و گفتم ممکن است دولت دائما در اساس قانون نمایندگان این صنف و تمام طبقه‌های اهالی را جانبداری می‌کند. دستگیری کردن تشبس‌های جوانان، لایحه‌های اینوواسیونی آنها از جانب دولت روی آب برآوردن مقصدهای نجیب آنها توسط دادن کردیت‌های امتیازناک امروز مخصوصاً در اساس دستور دولتی یاشلار کلجگمز امروز از موضوع مهم روز به حساب می‌رود. از طرف من محترم پرزیدنت ما 2018 سال 27 ایون یاشلار کلجه دولت دستورش قبول شده. 2018 سال برای ساختمان ما 2 میلیارد و 576 میلیون مبلغ داده شده. از وای تا امروز ما 2018 سالنده 1 میلیارد و 56 میلیون دادیم. 2019 سالنده یک سال و هم 45 تا لایحه بویچه 9 میلیارد مبلغ داده شده. برای امتیازلی کردیت یعنی 7% 5 سال با مجال کردی 1 سال 12 ماه امتیازش کردی. اما 9 میلیارد 45 تا لایحه تا انم روزه 14 تا لایحه ما و 1 میلیارد و 260 میلیون سم مبلغ زدو کردیم. در ناحیه ما نیز در ترکیب اتفاق جوانان خزینه این دستور دولتی تشکیل کرده شده است و موافق معلومات رهبر این خزینه امید جان سنگینف تا امروز به صاحبکاران جوان میلیاردها سم مبلغ در اساس لایحه‌های مقصدناک داده شده است. با مقصد رغبتناک سازی صاحبکاران جوان در کالج کسبی و هنری فاجگی قشلاق سوخ واقع در محله گلستان تدبیر مخصوص دایر شد و در آن صاحبکارانی که از بانک کردیت گرفته کار سر کردند و امروز به استحصالات مشغولند با محصول مهنت خود اشتراک کردند. جوانان صاحبکار از قبیل نورعلی محمد یوسف، فرزانه اعظمجان و آیت الله عظیمجانف ها از جمله صاحبکاران جوان به حساب می روند که امروز کردیت از بانک گرفته خود را به مقصدهای نیک استفاده می کنند. یعنی مقصدناک استفاده کرده ایستادند. با این 3 نفر از جانب تشکیلات اتفاق جوانان و خزینه یاشلار کلجگمز افتخارنامه و اهداهای قیمتناک تقدیم گردید. 18 میلیون کردیت گرفتم. من تدبیرکار کرده چیزی برآورده همشه تامین کرده برآورده وای کسیم زکات بام دخته‌ای و برآوردم خیلی وای کسیم تامین کرده برآورده تدبیرکار. دو زنده. زنانه مردانه من خالت زنانه و مردانه انم خیلی چیزی دختر برآورسیم حرکت کردم. طلبو نقص زکاتی هم نقص برآورسین همش نقص. همش نقص شرایط نقص. اولا بار پرزیدنت ما رحمت کلان مومی یوشیا شرایط کده همه کردیت تور کده دوده باشکنه یوش دیگه جو نرفته و دیگه جوهی بیگونه رفته برای کار نکردن همه شرایط کده دادن رحمت مومی 5 میلیون سم کردیت گرفته منو باشکنه کار کده تامین کردن پلیتکا تراتوارن پلیتکا شلک بلوک برورسیم. چند نفر کار کردن میشن امروز؟ 2 نفر پلیت کنده 3 نفر شلک بلوک کنده باشکن کار میکنه 5 نفر کار میکنه. نقشه های آینده خدا خواهد این کارخانه های کلام کرده لاتوکی جووری پلیتا های آخر پلیتا خدمت خلق کردن اولا مرا. تا امروز به اکثریت لایحه‌هایی که به اتفاق جوانان تقدیم شده‌اند از جانب دولت از حساب خزینه یاشلار کلجگمز 1 میلیارد سوم مبلغ داده شده است. من بعد نیز این سیاست دوام خواهد کرد و صاحبکاران جوان از جانب دولت جانبداری خواهند گشت. من حاضر خودتون دیدون دارم جنا تدبیرکارم قطعمیش کسیان این işlep çıkarış, hizmet ko'rsatish har 3 ta yo'nalish bo'yicha degdim men. Xudo xolasa 2019 solanda 9 milliard mablag'imni to'liq do'da shavimmo dizida 3 ta yoshi ko'rka ta'min میکنه. انا همینطور در اساس اعتبار و رغبت به میدان صاحبکاری ناحیه نامهای نو میآیند و بر رشد ساحه حصه ارزنده خود را میگذارند. از اعتبار و غمخواری حکومت و خود سرور دولت روح توان گرفته صاحبکاران جوانی ما پیوسته مهنت میکنند، زیرا میدانند که هر یک صاحبکار یک جای کار نو تشکیل کرده مورد اعتبار و اعتراف خود پرزیدنت مملکت قرار میگیرد. طوری که آگاه هستید امروز 27 ایون روز خادمان وسایط اخبار عموم می باشد و همین را نیز گفتن به مورد است که
سالهای آخر اعتبار به ساحه مذکور از جانب رهبر دولت خیلی افزود. یک چند ژورنالیستان در عرفه این عید کسبی به گرفتن مکافات‌های دولتی نیز مشرف گردیدند و تمام همکسبانمان را به این عید مبارکبادی میگوییم و برای شما در این خصوص لوحه مخبرمان انور جان جوریف را پیشکش میکنیم. توجه کنید. هر سال روز 27 ایون در رسپوبلیک ما همچون روز عید کسبی خادمان وسایط اخبار عموم، روزنامه‌نگاران و قلمکشان، ژورنالیستان قید کرده می شود. در حقیقت در دوام 27 سال استقلالیت وطن، ساحه مذکور در رسپوبلیک ما خیلی رشد و ترقی یافت. زیرا دقت اعتبار حکومت رسپوبلیک نسبت ساحه و کارمندان ساحه مذکور به اندازه بزرگ است. کارمندان ساحه مذکور در انعکاس حیات واقعی جامعه، راه ترقی رسپوبلیک، تأمین ترغیب غایه استقلال ملی، در آدمان پیدا کردن حسیات وطندوستی و میهن پرستی، حس افتخار و غرور ملی، مهر بی‌اندازه نسبت ارزش‌های بزرگ مستقلیت، تربیت اولاد سالم از هر جهت کمال یافته، پرورش فرزندان سزاوار وطن، حصه ارزنده خود را گذاشته می‌آیند و گذاشته ایستادند. با وزیدن نسیم استقلالیت در صحیفه‌های تاریخ رسوبلیکمان برای وسایط اخبار عموم صحیفه نو و رنگین شده شد و در دوام 23 سال است که روز عید کارمندان وسایط اخبار عموم همچون عید قید کرده می شود. این البته از غمخوری‌های بی‌اندازه حکومت نسبت این ساحه درک می دهد. روزنامه‌نگاران و ژورنالیستان محلی در جاده خود بسیار حرکت می‌کنند و گفتن ممکن است که این وسایط در ناحیه موجود بوده علاقه هزاران هواداران خود را نیز پیدا کرده. چون می‌دانید روزنامه صدای سوخت پیشتر با نام حیات نو چاپ می‌شد و در این درگاه مقدس ده‌ها نفر روزنامه‌نگاران ورزیده فعالیت بردند که به یاد آوردن نامی که آنها برای ما امروزیان هم قرض و هم فرض است. با برابری وزیدن نسیم استقلالیت در رسوبلیک ما حسن و قبح برنامه‌های تلویزیون، چاپ موادهای روزنامه‌های مملکت به صفت نو عملی گشتند. از جانب حکومت رسوبلیک به این ساحه باز تکرار میکنیم دقت و اعتبار بی‌اندازه بزرگ ظاهر میگردد. مقاله های خواندنی با موادهای خوب و زوری کارمندان روزنامه حسن روزنامه ناحیوی را روز تا روز زیبا کرده ایستاده است. باید گفت که امروز در رسوبلیکمان برای فعالیت وسایط اخبار عموم زمینه مساعد و قوله شرایط‌ها و امکانیت‌ها فراهم آورده شده است. باید امروز وسایط اخبار عموم انعکاسگر حیات واقعی رسوبلیک، سیمای حقیقی سیاست عادلانه پرزیدنت باشد و فقط برای بهبودی و فراوانی اهل ازبکستان خدمت نماید. در این راه و در این سمت ما دائما ثابت قدم هستیم. امروز تمام کارمندان وسایط اخبار عمومی رسوبلیک سیستان ما عید کسبی خود را به طور وسیع قید می‌کنند. ما نیز در آخر همه همکسبانمان را به عید کسبیشان از صمیم قلب تبریک و مبارکباد نموده به آنها آمد و برای موفقیت و پرواز بلند در آسمان ایجاد را تمنا داریم. عید کسبیتان مبارک باشد. نمایندگان حاکمیت چهارم، خادمان وسایط اخبار عموم. این بود بخش اخبار تلویزیونی سوخت که شما توسط آن با خبر و رویدادهای آخرین روشناس گشتید و در همین جا به بخش اخبار حسنی انجام میبخشیم. خیر، سلامت باشید و با برنامه‌های تلویزیونی سوخت بمانید.